کتاب حوا، داستانی درباره جنگ. فصل سوم. وسواس. پیرمردی که با نوه‌اش در پارک بازی می‌کرد، نگاهی به دستانش انداخت و فوراً به سمت شیر آب رفت. دستانش را به دقت شست و آب کشید. وقتی می‌خواست برگردد، دوباره شروع به شستن کرد. 5 دفعه این کار را تکرار کرد و نهایتاً به محل تاب بازی کودکان برگشت. اما وقتی ناخودآگاه چشمش به دستانش افتاد، رفت تا آنها را بشوید. بعد از مدتی برگشت و دست نوه‌اش را گرفت و با عجله به خانه رفت. دخترش دست‌های پلاسیده پدر را دید که زیر آب سرد کبود شده بود. با ناراحتی گفت: پدر، چرا دست‌هایت را به این روز انداخته‌ای؟ مگر حرف دکتر را فراموش کردی؟ اگر به این عادت ادامه دهی مجبور خواهند شد تو را بستری کنند. پدر گفت: مهم نیست. سپس به دستشویی رفت و دستانش را با آب و صابون شست. اما وقتی نگاه کرد دید که هنوز لازم است بیشتر بشوید. 3 بار دیگر نیز شست و بیرون آمد. دخترش گفت: ببین، از بس شسته چیزی نمانده از پوست دستت خون بیرون بیاید. پیرمرد با نگرانی نگاهی به دستش کرد و بار دیگر با عجله به دستشویی رفت. دخترش تلفن را برداشت و به دکتر روانپزشک زنگ زد. معذرت میخوام آقای دکتر که این موقع تماس میگیرم. وضع پدر بدتر شده. من درمانده شدم. نمیدانم چه کار کنم. دکتر گفت: مگر داروها را به موقع مصرف نمی کنند؟ دختر جواب داد: خیلی به سختی. گاهی هم هرگز. دکتر پاسخ داد: قبلا هم گفتم اگر دارو به طور منظم استفاده نشود برای ایشان خطرناک خواهد بود. اگر خودشان اراده غلبه بر این مشکل را نداشته باشند دارو را هم مرتب استفاده نخواهند کرد. اگر شما قبول کنید و پدر هم اعتراض نداشته باشند می توانیم ایشان را مدتی کوتاه مثلا 3 ماه بستری کنیم تا بتوانیم مداوا را بهتر دنبال کنیم. پیرمرد از دستشویی خارج شد و به اتاقش رفت. زن جوان در حالی که گریه می‌کرد به آشپزخانه رفت تا شام را آماده کند. وقتی شوهرش از سر کار برگشت متوجه گریه او شد و پرسید: باز به خاطر پدر گریه کرده ای؟ من دیگر ناتوان شدم. حرف گوش نمی کند. کمی قبل با دکتر صحبت کردم. دکتر می گفت باید در بیمارستان بستری شود. خب اگر نظر دکتر این است چرا این کار را نکنیم؟ من فکر نمی کنم بخواهند بیشتر از 1-2 هفته او را نگه دارند، ولی حتما خوب می شود و به خانه برمیگردد. دکتر گفت 3 ماه. او خیلی ضعیف شده. چطور می تواند بتونه کمک من در بیمارستان تنهایی را تحمل کند؟ نگران نباش، ما چاره‌ای جز این نداریم. در بیمارستان به او رسیدگی می کنند. اگر تو راضی باشی من فردا صبح ترتیب بستری شدنش را می دهم. ما هر روز به او سر می زنیم. در ضمن پرستاران بهتر از من و تو می توانند مراقب او باشند. صبح روز بعد زن جوان به همراه پیرمرد و همسرش از ماشین پیاده شدند و به سمت پذیرش بیمارستان رفتند. پیرمرد پرسید: باز می‌خواهید آن دکتر بی‌سواد مرا معاینه کند و حرف‌های مزخرف تحویل دهد؟ پدر، لطفاً بدخلقی نکن. اگر تو همکاری کنی این مشکل کوچک به راحتی حل می‌شود. پیرمرد زیر لب گفت: این مشکل کوچک هیچ وقت حل نخواهد شد. هنگامی که فهمید می‌خواهند او را بستری کنند با عصبانیت فریاد زد: بیشعورها، فکر می‌کنید من دیوانه شدم؟ شما دیوانه هستید، همه شما. من 1 لحظه هم اینجا نخواهم ماند و همین حالا به شما دستور می‌دهم مرا به خانه برگردانید.
پرستارها به دستور دکتر یک آمپول آرامش بخش به او تزریق کردند و کمی بعد او را به اتاقش بردند. دکتر به دختر گفت: نگران نباشید. اینجا به بهترین شکل ممکن به او رسیدگی خواهد شد. شما می توانید هر روز برای ملاقات او به بیمارستان بیایید. پرستارها هم با شما در تماس خواهند بود. مطمئن باشید همه ما در این بیمارستان هر خدمتی که از دستمان بر بیاید برای جناب سرهنگ انجام خواهیم داد. 5 ساعت بعد هنگامی که پیرمرد از خواب بیدار شد، دکتر و 2 پرستار بالای سرش بودند. دکتر گفت: جناب سرهنگ، امیدوارم حالتان کمی بهتر شده باشد. حتما گرسنه هستید. الان برایتان غذا خواهند آورد. سعی کنید آن را کامل میل بفرمایید. اگر شما همکاری کنید در مدت خیلی کوتاهی به خانه برخواهید گشت. سپس نبض پیرمرد را گرفت و به پرستاران سپرد که تزریق‌ها را سر موقع انجام دهند. پیرمرد سرهنگ بازنشسته‌ای بود که تمام مردم شهر به خوبی می‌شناختند. در جنگ 30 سال پیش او فرمانده گروهی از شبه نظامیان داوطلب بود و نقشی مهم در پاکسازی منطقه از وجود دشمن داشت. پس از جنگ او به عنوان یکی از قهرمانان ملی بارها مورد تقدیر مقامات قرار گرفته. مدال‌ها و نشان‌های مهمی را از بابت فداکاری‌هایش در راه میهن دریافت کرده بود. پیرمرد خواست که از جایش بلند شود، اما توان این کار را نداشت. دکتر گفت: بلند نشوید جناب سرهنگ، لطفاً استراحت کنید. پیرمرد گفت: باید دستهایم را بشویم. نیازی نیست جناب سرهنگ، ببینید دستهای شما کاملا تمیز است. مگر اینطور نیست خانم پرستار؟ 2 پرستار حرف دکتر را تایید کردند. پیرمرد تقلا کرد که بلند شود، اما نتوانست و با عصبانیت گفت: شما نمیفهمید، دستهای من آلوده است. دستهای من خونی است. کدام خون جناب سرهنگ؟ دستهای شما آلوده نیست. من به شما اطمینان میدهم. دستهای من خونی است. باید آنها را بشویم. اگر نشویم خون تمام این ملحفه ها را آلوده می کند. سپس فریادی از عصبانیت سر داد و سعی کرد بلند شود. پرستاران شانه هایش را گرفتند و او را اندکی بلند کردند که بتواند به بالش تکیه داد و بنشیند. سپس کمی سوپ برایش آوردند، اما او از خوردن آن امتناع کرد. هرچقدر دکتر و پرستاران اصرار کردند، او تکرار کرد: دستهای من آلوده است. دکتر به پرستار گفت دوباره آرامش بخش تزریق کنند. اگر نمی‌خواهد غذا بخورد از سرم تقویتی استفاده کنید. پس از تزریق پیرمرد دوباره آرام گرفت و خوابید. کشمکش بین او، دکتر و پرستاران 3 روز دیگر هم ادامه داشت. او حتی از روی خشم حاضر به ملاقات با دختر و دامادش نشد. سپس 1 نیمه شب سوزن سرم را از دستش که فکر می‌کرد خون‌آلوده است بیرون کشید و با هر زحمتی بود توانست از جای خود بلند شده و با قدم‌های کوتاه و لرزان به روشویی گوشه اتاق برسد. هرچند باز کردن شیر آب برایش راحت نبود، اما بعد از کمی تقلا موفق شد و قبل از آنکه بتواند دستهایش را بشوید مرد. در فاصله 1 ثانیه میان توقف تپش قلب و فرو افتادن به کف اتاق و پیش از آنکه برای ابد به جسمی ناآگاه تبدیل شود، خاطرات جنگ در ذهن او برای آخرین بار مرور شد. به ویژه شبی را به یاد آورد که با نیروهای تحت الامر خود در جنگل پوشیده از برف جنوب قصبه در انتظار دشمن کمین کرده بود. آنها بعد از سالها کشمکش موفق شده بودند که بخش بزرگی از خاک خود را از وجود دشمن پاک کرده و پس بگیرند. مدتها پس از تعیین مرز بین 2 کشور شرقی و غربی و امضای معاهده آتش‌بس، گروهی از ساکنان مرزی واقع در قسمت شرقی همچنان مصر بودند که به بخش غربی ملحق شوند
و برخی دیگر از ساکنان همان منطقه مخالف این کار بودند و ترجیح می‌دادند شهروند جمهوری شرقی باقی بمانند. اختلاف میان دو دسته از ساکنان منطقه یکسان برمیگشت به تفاوت‌های مذهبی دو گروه که ریشه‌های چند صد ساله داشت. از وقتی بین جمهوری‌های شرقی و غربی آتش‌بس شکننده برقرار شده بود، گاه و بیگاه این آتش زیر خاکستر سر برمی آورد و گاه چنان زبانه می کشید که زندگی ساکنان مناطق مرزی به جهنم تبدیل می شد. حدود 30 سال پیش بود که جدایی طلبان بخش شرقی با حمایت ارتش جمهوری غربی نبرد جدیدی را آغاز کردند تا بتوانند مناطق محل سکونت خود را به غرب ملحق کنند و بر اثر آن زنجیره‌ای از خشونت‌های خونین میان ساکنان منطقه پدید آمد که در تاریخ همانندی نداشت. بسیاری از شهرها و دهات به آتش کشیده شدند و هزاران نفر زن و کودک جان خود را از دست دادند. نبرد به شدت ادامه داشت و جدایی طلبان با حمایت همسایه غربی توانسته بودند اکثریت مخالفان خود را از منطقه فراری دهند یا قتل عام کنند. برای آنها کشتار این همه غیر نظامی مهم نبود، چون مطابق باورهای مذهبی کشتن یا آواره کردن این قوم گمراه نه تنها اشکالی نداشت که حتی عملی افتخار آمیز محسوب میشد. جدایی طلبان نمیخواستند بعد از الحاق به جمهوری غربی با عده‌ای همشهری کافر زندگی کنند. آنها تصمیم گرفته بودند به آخرین راه حل متوسل شوند: پاکسازی قومی منطقه به هر قیمت ممکن. در این میان جمهوری شرقی به علت اختلافات بین دولت و پارلمان و به خاطر بحران مالی توانایی برخورد با جدایی طلبان را نداشت و این ساکنان بومی مناطق مرزی بودند که تلاش می کردند با هر سلاحی هر چند ابتدایی به دفاع از خانه و خانواده خود بپردازند. نفرت انباشته سالها و قرنها مانند آتشفشانی فوران کرده بود و جدایی طلبان که به یاری همسایه غربی مسلح شده بودند برای جنایات خود حد و مرز نمی شناختند. آنها بسیاری از شهرها و دهات را فتح کرده بودند و نوبت به قصبه کوچکی رسیده بود که در یک منطقه جنگلی نزدیک مرز قرار داشت. مردم قصبه با اضطراب و دلهره اخبار جنگ در نقاط دور و نزدیک را از رادیو گوش می‌کردند و از طریق آوارگانی که از شهرک‌ها و دهات شمالی به آن سو پناه آورده بودند از جنایات و درنده‌خویی دشمن نجاستخوار آگاه می‌شدند. زمان زیادی طول نکشیده بود که دشمن به نزدیکی قصبه برسد و اخبار حاکی از آن بود که در تمام روستاهای اطراف حمام خون برپا شده و جدایی طلبان به زنان و دختران زیادی تجاوز کرده و سپس شکم آنها را با سرنیزه دریدند. عده‌ای از ساکنان قبل از رسیدن دشمن خانه‌های خود را ترک کرده به نقاط امن‌تر گریخته بودند، اما برخی دیگر همراه با تعداد اندکی از سربازان اعزام شده از طرف دولت مرکزی به مدت 2 هفته با تمام امکاناتی که در اختیار داشتند جلوی هجوم دشمن مقاومت کردند. پس از آنکه آخرین سنگر دفاعی قصبه سقوط کرد، فرمانده شبه نظامیان جدایی طلب طی یک فرمان فوری از همه اهالی خواست تا ظرف 3 ساعت از راه جنوبی قصبه را ترک کنند و به جمهوری شرقی بروند. به علاوه او اعلام کرد که کسی حق ندارد چیزی از اموال و دارایی‌های خود را به همراه ببرد. به سرهنگ دستور داده شده بود در میانه جاده جنوبی قصبه که داخل جنگل قرار داشت و اکنون با برف پوشیده شده بود مستقر شوند تا جلوی حمله احتمالی ارتش دشمن از سمت دیگر جاده گرفته شود. آنها پس از نیمه شب به جنگل رسیده و مواضع خود را تثبیت کرده بودند.
مسلسل‌های نیمه سنگین را در نقاطی که مشرف به دره کنار جنگل بود مستقر کرده و همه جا را زیر نظر گرفته بودند. زمان زیادی سپری نشده بود که خشخش بیسیم سکوت سنگین جنگل را شکست. پشت بیسیم ژنرال دستوری صادر کرد که صورت سرهنگ مثل گچ سفید شد و اضطراب وجودش را فرا گرفت. ساعتی قبل از سحر در گرگ و میش جنگل یخزده همهمه دسته‌ای از مردم شنیده شد. در ابتدا سربازان تصور کردند که دشمن آنها را محاصره کرده است، اما زود فهمیدند که صداها مربوط به گروهی از مردم قصبه است که در حال فرار از طریق جاده جنگلی هستند. وقتی به دقت نگاه کردند، جمعیتی حدود 100 یا کمی بیشتر 120 نفر را مشاهده کردند که اکثر آنها را مردان و زنان سالخورده و زنان و کودکان تشکیل می‌داد. تعدادی از مردان در جلو و عده‌ای نیز از پشت سر جمعیت را هدایت می‌کردند. هیچ کس بار یا توشه‌ای در دست نداشت، اما اکثراً لباسهای ضخیم که آنها را از سرمای سوزناک کوهستان حفظ کند پوشیده بودند. برخی از زنان پارچه‌های کتان یا پشمی را دور پاهای بچه‌هایشان پیچیده بودند تا جلوی نفوذ سرما به داخل چکمه‌های آنها را بگیرد. برخی دیگر کودکان خردسال را در آغوش گرفته و یا به کول خود بسته بودند. این گروه حدود 2 ساعت قبل از قصبه خارج شده و در حال حرکت به سمت منطقه جنوبی بودند. در میان آنها زنهایی بودند که شوهرانشان در نبرد چند روز قبل با نیروهای مهاجم کشته شده بودند، یا مادرانی که پسران خود را به تازگی دفن کرده بودند و حالا داشتند از خانه‌های آبا و اجدادی خود فرار می‌کردند. آنهایی که در قبرستان قصبه عزیزانی داشتند نتوانسته بودند قبل از حرکت برای آخرین دیدار به آنجا رفته و بر مزار پدران یا پسران خود گریه کنند. بسیاری از زنان خانه‌دار قبل از ترک خانه روی تخت خواب و مبل‌ها ملحفه کشیده و تمام درب و پنجره‌ها را به دقت بسته بودند. آنهایی که سگ یا گربه و یا هر حیوان خانگی دیگری داشتند به مقدار کافی آب و غذا در کاسه ریخته بودند تا حیوان زبان بسته لااقل برای چند روز گرسنه و تشنه نماند. هر کس کلید خانه اش را نخ کرده و دور گردنش آویخته بود تا در شلوغی و آشفتگی این کوچه اجباری آن را گم نکند. سربازان در میانه راه ایستاده و آمدن این گروه نگونبخت را نظاره می کردند. سرهنگ یک بار دیگر با ژنرال تماس گرفت تا دوباره کسب تکلیف کند. صدای عصبانی فرمانده از بیسیم شنیده شد که فریاد زد: از دستور سرپیچی نکنید، آنها نباید از گذرگاه زنده عبور کنند. سرهنگ پس از مکسی کوتاه به سربازان دستور داد حاضر باشند و مردم را نشانه بگیرند. وقتی تردید را در نگاه سربازانش دید با خشم گفت: وظیفه ما این است که به آنها اجازه عبور ندهیم. این دستور ژنرال است. در میان این جمعیت جنگجویانی هستند که می‌خواهند قصبه را از طریق جنگل دور زده به نیروهای ما از پشت سر حمله کنند. این جنایتکاران کافر و پدران بیرحمشان زنان و کودکان ما را به خاک و خون کشیدند. شهرهایمان را آتش زده و معابدمان را به طویله خوکهایشان تبدیل کردند. خداوند این قوم را نفرین کرده است. این لحظه امتحان الهی است. شما با اراده خداوند و به فرمان او نقشه پلید دشمن را خنثی و نسل نجس این مردم را از سرزمین‌های مقدس ما پاک خواهید کرد. امشب بار سنگین وظیفه‌ای بسیار مهم بر دوش من و شما گذاشته شده است. اگر در مواجهه با دشمن دچار شک و تردید شوید، خائن به ملت و تاریخمان خواهید بود. سربازان هرچند که با چشم خود می‌دیدند
در میان مردمی که نزدیک می‌شوند جز زنان و مردان سال خورده و یا دختران و کودکان خردسال کسی نیست که بتواند در لباس مبدل قصبه را دور زده و از پشت سر به ارتش آنها حمله کند. با پایان یافتن صحبت‌های سرهنگ سلاح‌هایشان را به سمت جاده گرفتند و آنهایی که هنوز در دلشان اندک تردیدی وجود داشت فرصت نیافتند راجع به عمل خویش بیشتر فکر کنند و پس از آنکه سرهنگ دستور آتش صادر کرد همه شروع به تیراندازی کردند. تیراندازی 1 دقیقه به شکل مداوم طول کشید و 3 مسلسل نیمه سنگین و 30 سلاح سبک تمام مهمات خود را به سوی مردم بینوا شلیک کردند. برای لحظاتی صدای فریاد زنان و کودکان در جنگل پیچید و جمعیت هراسان به اطراف پراکنده شدند. اما در آن محیط تنگ و تاریک میان جنگل و دره پیدا کردن مکانی برای پناه گرفتن ممکن نبود. پژواک فریاد زنان و گریه کودکان در کوهستان پیچید و کسی نتوانست راهی برای فرار پیدا کند. لاجرم همه اعم از پیر و جوان و زن و کودک هدف قرار گرفته و بدنهای در خون غلتیده آنها روی هم پشته شد. تمام اینها فقط 1 دقیقه طول کشید تا اینکه دوباره سکوتی سنگین بر جنگل حاکم شد. سرهنگ و سربازانش فقط 1 دقیقه ویژه از زندگی خود را سپری کردند، در حالی که آن مردم بیپناه در همان 1 دقیقه بهترین دارایی خود یعنی زندگیشان را از دست دادند. برای برخی از سربازان فرقی نمی‌کرد چه کسی را کشتند. آنها به دستور عمل کرده بودند. تعدادی از آنها مردد بودند ولی حقیقت این بود که به زودی روزها و سالهای جدید از راه می رسید و سربازان به تدریج آن 1 دقیقه ویژه را فراموش می کردند. در حالی که برای زنان و کودکانی که جانشان را از دست دادند زمان در همان 1 دقیقه تا ابد متوقف شده بود. در لابلای شاخه‌های جنگل نفرین شده صدای تفنگ‌ها پس از 1 دقیقه شلیک مداوم خاموش شد، اما پژواک آن صدا در گوش قربانیان تا ابد باقی ماند. سرهنگ پایان مأموریت را به فرماندهی اعلام کرد و ژنرال دستور داد تا جنازه کشته شدگان همراه با تمام نشانه‌های کشتار از بین بروند. سرهنگ درخواست کرد برای کندن خندق بیل مکانیکی بفرستند. تا رسیدن بیل مکانیکی که لااقل 2 ساعت طول می‌کشید، نیروهای تحت امر سرهنگ میبایست جنازه‌های پراکنده را در یک سمت جاده جمع می‌کردند. هنگام سپیده دم می‌شد، نمایی واضح از آنچه را که رخ داده بود دید. جنازه‌های پاره پاره جا به جا پراکنده شده بودند. برف در تمام جاده و همچنین سراشیبی دره به خون آغشته شده بود. برخی جنازه ها روی هم انباشته شده، برخی هنگام غلتیدن به سمت دره به تنه درختان گیر کرده و برخی در لابلای بوته ها و در شیب تپه سمت چپ جاده مثل برگ خزان به زمین ریخته بودند. بدنهای 1 زن و مرد مسن غرق در خون و در حالی که هنوز دستانشان در دست هم بود میان جاده افتاده و حرارت آخرین دوستت دارم برف اطرافشان را آب کرده بود. همه جا میشد پیکرهای پاره شده کودکانی را دید که در لحظات آخر مادرشان را صدا کرده بودند. دختر جوانی که نامزدش به خدمت سربازی اعزام شده بود، حلقه ازدواجش را پیش از آن که آخرین قطره خونش روی برف جاری شود، بوسیده بود. از سینه مادری که هراسان دنبال پسر بچه گم شدهش به هر سو دویده بود، خون جاری بود و از روی برف و یخ به سوی دره می رفت. سربازان به دستور سرهنگ
جیب پالتوی تمام مردان را بازرسی کردند و از هر کدام پاکتی یافتند که حاوی اوراق هویت اعضای خانواده، چند عکس قدیمی، مقداری پول و به علاوه سند مالکیت خانه‌شان بود. زیر پالتوی هیچ مردی سلاح پیدا نشد. همچنان که هیچ زنی به همراه خود زیورالاتی نداشت، اما بسیاری از آنها کلیدی را نخ کرده به گردن آویخته بودند. چند دختر جوان دفترهای خاطراتشان را همراه داشتند که لای ورقهای آن گل سرخی خشک شده بود. سرهنگ پیکر به خون غلتیده زنی را دید که به رو فرو افتاده و چیزی پیچیده به پتو را به سینه فشرده است. جنازه را برگرداند و به زحمت توانست دستهای خشک شده زن را از هم باز کند و داخل پتو را ببیند. گلوله مسلسل از پشت سر از میان دو کتف وارد بدن زن شده و از سینه‌اش خارج شده بود. سپس از پتوی کهنه عبور کرده و گلوی نوزادی 4 ماهه را دریده بود. خون نوزاد هنوز از گلویش فواره می کرد و چشمانش باز بود. گویا داشت با حیرت کائنات را نگاه می کرد. خیلی دقیق به صورت سرهنگ خیره شده بود و چنان نگاه می کرد که انگار از چیزی تعجب کرده یا به دنبال پاسخ سوالی می گردد. سرباز جوانی که کنار سرهنگ ایستاده بود حس کرد که کودک می‌خواهد بداند هدف از آفرینش او چه بوده. آیا فقط برای این متولد شده بود که مثل پروانه‌ای چند ماه زندگی کرده و سپس بمیرد؟ پس چرا بقیه انسان‌ها این شانس را داشتند که سالهای زیاد زندگی کنند و کارهای بزرگ انجام دهند؟ او می‌خواست بداند که به کدام گناه کشته شده است. او فکر می‌کرد که اگر سرهنگ فرمان آتش نمی‌داد و یا اگر مسلسلچی در آخرین لحظه از شلیک منصرف می‌شد، شاید او می‌توانست این روزهای سخت را سپری کند و مانند بسیاری از کودکان دیگر رشد کند، راه برود، سخن گفتن یاد بگیرد، در کوچه بازی کند، قد بکشد، به مدرسه برود، بهار را ببیند و شاید در آینده یک دانشمند، یک نویسنده یا آهنگساز و یا یک تاجر نیکوکار شود. وقتی بیل مکانیکی کانال بزرگ و عمیق را آماده کرد، جنازه ها و از جمله بدن نوزادی را که هنوز خونش جاری بود و با حیرت به کائنات مینگریست، درون آن ریختند و سپس روی آن توحش بیرحمانه را با لایه ضخیمی از خاک سرد پوشاندند. مأموریت سرهنگ و سربازانش به پایان رسیده بود و باید به قصبه باز می‌گشتند. سرهنگ جریان مایعی گرم و چسبنده را میان انگشتانش حس کرد. فوراً دستکش‌هایش را درآورد و نگاه کرد. دستانش به خون آلوده بود. بلافاصله آنها را با برف کنار جاده تمیز کرد، اما دقیقه‌ای بعد متوجه شد که هنوز از لای انگشتانش خون می‌چکد. وقتی شیر آب را به زحمت باز کرد، فرصت نیافت برای آخرین بار دستانش را بشوید و مرد. فقط 1 ثانیه طول کشید که بدنش به کف اتاق بیفتد و پس از آن دیگر یک جسد بود. نه حسی داشت که جهتها را تشخیص دهد و نه وجدانی که عذاب بکشد.